کمیسیون مستقل سازمان ملل اوید به وضع در اوکراین در زندانهای این کشور با 2 شهروند تاجیکستان مصاحبه کردند. یکی از آنها گفته است از زندان روسیه به جنگ جلب شد و دیگری با وعده گرفتن شهروندی. این اولین حالت است که شهروندان اسیر افتاده تاجیکستان در اوکراین در چنین تفتیشات بین المللی مستقل اشتراک میکنند. کمیسیون مستقل سازمان ملل روز 12 مارت خلاصه های تفتیشات خود را در ژنو معرفی نمود. رادیو آزادی در یک مصاحبه اختصاصی از عضو کمیسیون وریندا گوور خواست که درباره محبوسان تاجیک معلومات بدهد. دو مرد از تاجیکستان در روسیه بودند که از جانب مقامات این کشور به جنگ جلب شدند. یکی از آنها آن زمان در زندان روسیه ادای جزا میکرد و دیگری را مقامات مهاجرت در روبروی اخراج قرار داده بودند. مقامات مهاجرت روسیه به او گفتند که اگر به قوه‌های مسلح شامل شود به آسانی صاحب شهروندی می شود. ما درباره شخصیت آنها حق نداریم معلومات زیاد بدهیم چون که آنها با عاقبت‌های ناگوار روبرو میشوند و آنها هم تنها به شرط افشا نشدن نام و هویتشان صحبت کردند. رادیو آزادی از خانم وریندا گوور پرسید که این محبوسان رو چه آینده‌ای در پیش است؟ بله، میان روسیه و اوکراین برنامه تبادل زندانی ها عمل می کند. با کمیسیون ما تا حال معلوم نیست که تا کجا کدام از تاجیکستانی ها به برنامه تبادل زندانی ها وارد کرده شده است یا نه و همچنین درباره دیگر راه‌های تبادل این مردان معلومات نداریم. ما که با محبوسان از 17 دولت صحبت کردیم از بعضیشان خبردار شدیم که آنها از سفارت‌های خود در اوکراین درخواست کردند که آنها را به وطنشان فرستند، ولی تا جای فهمیدیم هیچ یک آنها پاسخ مثبتی از سفارت‌های خود نگرفتند. درباره آینده آنها می شود گفت که یک نامعینی واقعا هم وجود دارد و معلوم نیست که آیا تاجیکان به فهرست تبدیل شونده ها با محبوسان جنگی در اوکراین شامل شدند یا نه.